امروز می‌خوایم واسهتون آموزش بدیم که چطوری تایر بتل پس‌تون رو زودتر بالا ببرید. شما بتل که بازی می‌کنید تایرتون میره بالا، اما خیلی کندتر تایرتون میره بالا و تا اینکه بتل رو وین بکنید خیلی طول میکشه. وارد بخش مولتی میشید و داخل این بخش این گزینه رو انتخاب میکنید. این گزینه که الان من انتخاب کردم، فقط همین گزینه رو انتخاب میکنید. بعد از توی این بخش وارد مپ میشید و اینجا میگردید و مپ شیپمنت که الان من اینجا انتخاب کردم، این مپ رو انتخاب میکنید و هر یه دست بزنید یه دونه تایر میره بالا. ممنون از حمایتتون.